الو لابای سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر با شما از نزدیک صحبت کردم میخوام. نشناختم کی تو؟ من یک جوان از همدهی شما هستم. او گپ زدم خیلی گپ زد که من وقت ندارم. اون گپ تلفنی است گوید من با شما از نزدیک صحبت کنم. من پیش جای کلمه بیا گپ میزنه من پیش. مایلش تمام. مالا خیر. او مالا خودش میکنه. خوب مالا هم خیلی میکنه همینو دامن. خوب مالش خوب نشاد خوب. و علیکم سلام. برادر من همون جوانی که نیم ساعت پیش زنگ زده بودم. خوب برادر گوش میکنم. برادر شما یک خطاگی کرده اید، باید همون خطاگی رو اصلاح کنید. با چه خیلی خطاگی؟ شما با خواهر که من گپ پرتافتین، یک چند روز شد که خواهر که من به مکتب نرفته ایستاده است. خیلی بعد از دستت چی میآید؟ من مال دارم، ثروت دارم. چیکار کردم میتوانی؟ تو چی داری؟ برادر فهمیدم که شما مال دارید، ثروت دارید، ولی هممون خواهر داریم و خیر. سلام علیکم بچه‌ها. چی گپ است؟ سلام علیکم. سلام علیکم. تنجی است؟ تینجی برادر. چی گپ است بلند کرده استودیم؟ پیشنه تینجی از این کار بین شما. چی گپ شده است؟ اگه این برادر با خواهر من گپ پرتافته است، از روی این شده خواهر من چند روز شد به مکتب نرفته است. با این برادر میگویم که این کارت رو اصلاح کن، اما میگوید که من مال دارم، ثروت دارم. تو چی داری میگوید؟ برادر این خدا دارد. خدا و تو یک دو سخن میگویم نرنج. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از رهی باول شدی کی برو منی ها چی کنی؟ از یک آب شدگی هستیم که برای ما کبر و تکبری نمیزبد. من مال دارم، من دیگر چیز دارم. هر چی داشته باشی میمیری و نزد خدا باز میگردی. آیا خود میخواهی که خواهر تو را یک برادر دیگر همین خیل گپ پرتید و غم کرد؟ جوان خوب، یک قصه به یادم آمد، همین میخوام به خودت رسانم. یک جوان به یک فاحشه خانه داخل میشود، میخواد که با اون زن زنا کند. یک دوستش را در راه میبیند. دوستش با اون میگوید تو کجا رفته ایستاده ای؟ میگوید من به فلان جا به همین خیل کار. دوستش با اون میگوید این کار را مکن، چون که خودت خواهر داری، همسر داری. این جوان خنده میکند، میگوید من نه خواهر دارم نه همسر. داخل میشود با اون دختر زنا میکند. وقتی از خانه او بیرون میشود به سوی خانه خود میرود. وقتی داخل خانه میشود نگاه میکند که یک مرد با مادرش زنا کرده ایستاده است. این کار خودت هم زنا حساب میخورد. هرگز این کارو مکن. اکا چی گپ شد دادر جون؟ بیا رفتیم یک جوان خواهرم رو غم داشته است.